به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه 5 با عریضه زن 67 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که صبح 24 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 09:20 دقیقه در بازار جماعت شهر 5 شخص نامعلوم با رای زوروری و آشکارا از دستش همیانش را که در داخلش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 12، یک عدد گوشوار طلایی و 750 سومونی بود تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 4550 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 20 ساله ساکن نویه 5 با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. صبح 25 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 06:45 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل ویکتور همراه قلف اکرم سال تولدش 1997 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در 234 کیلومتر شورای دوشنبه خوجندچناق واقع در حدود دهه لکت جماعت دهات زرحلال شهر استرافشان آزوده دارای واسطه نقلیات نبر آمده به خرابه از پیش حرکت کرده ایستاده برخورده است. در نتیجه نابالغ جورای و سنجنه انواروونا سال تولدش 2020 ساکن شهر استرافشان که در بالای خرابه قرار داشت جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 25 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 16:40 دقیقه هنگام در نقطه بازی‌های کامپیوتری قرار داشتنش با راه پنهانی یک عدد تجهیزات سونی پلی استیشن را با دو عدد تجهیزات کارفرما یا جویستیک دزدیده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه به مرد 33 ساله ساکن نویه رودکی به مبلغ 9000 سومانی ضرر مادی رسانیده است. این چنین گمانبر شونده با همین راه 20 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 16:40 دقیقه هنگام در نقطه بازی‌های کامپیوتری قرار داشتنش با راه پنهانی یک عدد تجهیزات سونی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است که در نتیجه به جوان 18 ساله ساکن نویه حمدانی به مبلغ 17000 سومانی ضرر مادی رسانیده است. اوهید به این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 43 ساله ساکن شهر پنجکند 21 یونیو سال 2024 تقریبا ساعت 12:30 دقیقه با راه پنهانی از خانه استقامتی مرد 68 ساله ساکن شهر مذکور 24000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده قسم 2 ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.